سلامی دیگر خدمت شما دوستان عزیز. امروز در مورد نگهداری و نحوه تکثیر گل برگ بیدی در خدمتتون هستیم دوستان عزیز و امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید و نکاتی هست که باید خدمتتون در مورد برگ بیدی خدمتتون بگم. این گیاه یکی از محبوب ترین و مقاوم ترین گیاهان آپارتمانی. رشدش سریع، رنگهاش جذابه، طرفداران زیادی داره. اگر بخوام راهنمای جامع نگهداری گیاه برگ بیدی خدمتتون چند بخش خدمتتون بگم. برگ بیدی عاشق نور زیاد اما غیر مستقیم در است. نکته طلایی که داره اگر نور کم باشه فاصله بین برگ‌ها زیاد شده و گیاه علفی و زشت می شود. همچنین رنگ‌های بنفش و ابلق آن از بین می رود و سبز ساده می شود. بهترین مکان برای این گیاه پشت پنجره جنوبی با یک پرده نازک. آبیاری صحیح دشمن اصلی گیاه قرقابی کردنه. این نکته رو مد نظرتون داشته باشید. این گیاه ساقه های تقریبا گوشتی مانند داره و ترده که آب رو در داخل خود ذخیره میکنه، بنابراین با آبیاری بیش از حد حساس است. اینو مد نظر داشته باشید. زمان آبیاری زمانی آب بدهید که 2 تا 3 سانتی متر از سطح خاک کاملا خشک شده باشه. و نکته‌ای که هشدارآمیزه، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ساقه و نزدیکی خاک می شود. در زمستان آبیاری رو خیلی کم انجام بدید. غبارپاشی و رطوبت رو دوست داره. عرضم به حضورتون به صورتی که مثلا میتونید یه جزیره براش درست کنید، اونم باز دوست داره. خاکش باید خیلی مناسب باشه. خاک باید سبک با زهکشی عالی باشه تا آب اضافیش سریعتر بتونه خالی بشه. ترکیبی که من پیشنهاد میکنم برای این خاک مخلوطی از خاک و برگ و پیتماس و پرلیته یا خاک آماده گیاهان. برای اینکه گیاه شما پرپشت باشه و پرشاخه باشه، در فصل رشد بهار و تابستان هر 2 هفته یک بار کودهای کامل بهش بدید از نوع سبیست. در فصل پاییز زمستان که گیاه در استراحت است، کوددهی رو به طور کامل متوقف کنید. این گیاه از هرس کردن خیلی چجوری بهتون میگم، اصلا راضی میشه وقتی که هرسش میکنید، چون اصلا یه جریان شاخه‌دهی انبوهی رو شروع میکنه، اونم به سرعت. هرچند چند وقت یک بار اگر بتونید مثلا سرشاخه‌هاشو بچینید، گیاه جوانای جدیدی میزنه و شاخه‌هاش هم پرتر میشه. و اون شاخه‌ای هم که بریدید میتونید داخل آب بذارید تا ریشه بزنه. و حالا یه سبکیش هم که حالا اینجا ما خدمتتون الان قلمه میزنیم خدمتتون که دقیقا متوجه شید به چه شکلی هست داستانش. کلیات داستان اینه و در کل گیاه خوبیه. اگر سوالی چیزی هم داشتید که در بخش کامنت ها بپرسید، ما در خدمتتون هستیم. و چنانچه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید، داشته باشید ما رو.
و میتونید داخل کانال ما ویدیوهای قبلی ما رو هم مشاهده کنید. خب ادامه میدیم برای بخش قلمه و تکثیر. با ما همراه باشید. بله، برای تکثیر که خدمتتون عرض کردم، برگه های انتهایی گیاه حتما باید گرفته بشه. گیاه سرشاخه های قلمتون باید به این شکل باشه. یعنی اگر بخوام به صورت نمونه بهتون نشون بدم، ببینید این الان برگ داره، این برگش باید گرفته بشه. با برگش نکارید برای قلمه، اینو حتما رعایت کنید. نکته مهمیه. و برای قلمه زدن هم به این شکله. بستر کشتون رو آماده میکنید به همین شکل و به این صورت مرتب دونه دونه. میتونید هم با فاصله بیشتر بزنید، هم فاصلهش میتونید کمتر بزنید، اون دیگه دست خودتون. به این شکل قلم ها رو داخل بستر کشت ایجاد میکنید. و این میشه یک گلدان قلمه ای که زدید به همین سادگی. نکتهش همینه که دیگه برگای انتهایی نداشته باشه، چون این برگا باعث پوسیدگی گیاه میشه و اجازه ریشه زایی به گیاه نمیده. اینو حتما مد نظرتون باشه. به همین شکل خیلی ساده شیک. حالا در ویدیو بعدی هم راز مخفی پرپشت بودنش و اینکه به چه شکل شما یه گیاهی داشته باشید که به این شکل عالی سرحال پرشاخه داشته باشید. اینو تو ویدیو بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد و خیلی خوشحالم که تونستم یه ویدیو دیگه در خدمتتون باشم. دوستان گرامی، اگر از این ویدیو لذت بردید لایک کنید. اگر سوالی هم داشتید که بخش کامنت ها بپرسید، ما در خدمتتون هستیم.